روز یکشنبه 22 سپتامبر 2013 در سالن نمایش سابان برنامه‌ای از طرف جامعه ایرانیان یهودی لس آنجلس با مدیریت فدراسیون یهودیان ایرانی برگزار شد. به پیشواز منشور کوروش، بزرگمرد هزارها. منم کوروش، شاه جهان، شاه توانا، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار سوی جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان. سنگ کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان بپاس، نور ایزدی همیشه رهنمای ماست. خانم ها، آقایان، سلام. خوشحالم که به همت فدراسیون یهودیان ایرانی چنین نشست با شکوهی برپا شده و خوشحالیم دو چندان هست که موهبت بودن در میان شما و سخن گفتن با شما هم نصیب من شده. آقای دکتر احسان یارشاد. ولی شاهنشاهی که یک امپراتوری عظیم. آقای دکتر تورج دریایی. همونطور که پروفسور یارشاتر گفتند، یک فرد استثنایی در دنیای باستان است. پروفسور رحیم شاه. So allow me first to speak about the Cyrus cylinder. سخنران بعدی جلسه امشب خانم هایده سهیم هستند. با اینکه اکنون چند نسل است که در این سرزمین هستیم، روزی نیست که یاد وطن نکنیم و دلتنگش نشویم. هواده وطنم آرزوست، تکیه به کمان زدنم آرزوست. سلام ای کشور زیبای ایران، سلام ای کشور زیبای ایران، سلام ای مهد گردان و در ایران، سلام ای سرزمین مهربانی، سلام ای شوق و شور زندگانی. اجرای این قسمت برنامه به عهده هنرمندان برجسته آکادمی باله جانبازیان است.
Cyrus wasn't just admired as a great ruler. He was the first of history's great conquerors. His battles are still taught at U.S. military academies to this day. Alexander, Caesar, considered him a brilliant military mind. In fact, Alexander is known to have visited Cyrus's tomb on at least 2 occasions, offering sacrifices to the hero whose empire he had just conquered. So with so many films about Julius Caesar and Alexander, why has a factual film about the founder of the mighty Persian Empire never been made? امشب با برگزاری این بزرگداشت تاریخی و پرشکوه و با داشتن افتخار شور و هیجان و گرمی حضور یکایک شما، برگه زرین سپاسی از کوروش کبیر، این بزرگ مرد هزاره ها، در کتاب تاریخ بشریت به ثبت رسانده شد. شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی از خلق چه پرهیزی رفتندی صدقه مقامی صدقه مقامی الله الله یا الله